سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم حالا باز در مورد عید نوروز و چنل من در مکانها و جای مختلف و زمانهای متفاوت و دیگه خیلی چیزای دیگه صحبت بکنیم. دوستان عزیز، در واقع در این ویدیو اومدم اول از عید بذار شروع کنم. سلام عزیزان، عیدتون مبارک باشه. انشالله سال جدیدی رو جدید خفن و خوبی رو در انتظار و پیشروی خودتون داشته باشید و اتفاقات خوبی رو انشالله سال جدید برای شما عزیزان رقم بزنه و انشالله همیشه خودتون و خانوادتون در سلامت و سعید زندگی بکنن و زنده باشن. انشالله بیشترین عمر رو داشته باشید و زنده باشید انشالله. دیگه عیدو فکر کنم دیگه گفتم، دیگه عید دیگه شده و قرار من کلی ویدیو بذارم. دوستان قانون چنل من اینه که هر 2 روز یک بار ویدیو آپلود میکنم در یوتیوب و دیگه میخواید دیگه بریم سراغ دیگه داشتن چنل های من در واقع که من صاحبشونم و خیلی از چیزهای دیگه. دوستان من فعالیت خودم رو در سال 1400 در زمینه گیم و گیم و گیم پلی و بازی و سرگرمی اینا شروع کردم در آبهارات در سال 1400 شمسی و در واقع دیگه خیلی سختی کشیدم. 2 سال تمام ویدیو گذاشتم و کمترین دنبال کننده ها رو در واقع به اصطلاح جذب کردم و دیگه واقعا من هر ویدیویی که آپلود میکردم هر در واقع بی امید بوده و مثلا امید نداشتم راجع به این که اصلا چی میگن، نه به درآمد برسم، نه به حالا به مشهور بودن و معروف بودن، به معروفیت اینا اصلا امید نداشتم که برسم و نرسیدم، شکر خدا. و دیگه دوستان آپاراتی اصلا ما رو حمایت نکردن. حالا به دلیل یک سری از مسائل نمیتونم اسم چنلم بگم. این که ادامه بدیم سراغ بحث دیگه. من 2 سال تمام ویدیو گذاشتم آپلود کردم و دیگه سختی کشیدم و دیگه اصلا هیچکی اهمیت نداد. 2 سال تمام از سال 1400 تا 1402 همین چند وقت پیش 2 هفته پیش ویدیو گذاشتم تو آپارات. دیگه بیخیال شدم و هر چقدر گفتم لایک کنید، کامنت بذارید، چنل ما رو سابسکرایب و دنبال کنید، میگم فالو کنید، اصلا اهمیت ندادم و رفتم سراغ چنل یوتیوب. اینجا حالا خفن میشه. رفتم سراغ چنل یوتیوبم، یه ایمیل واسه خودم ساختم از قبل و یوتیوب رو دیگه حالا فعالیت خودم رو در این برنامه شروع کردم. یوتیوب میگم و نزدیک 1 سال، نه از فوریه، از ماه اول فوریه، الان چند مارسه یا ژانویه که گذشته دیگه، مارس باره. از فوریه من چنل داشتم تا هم فکر کنم آخرای ببین ماه قبل مارس نمیدونم چیه، ماه قبل مارس هم میلادی چیه، من تا آخر اون ماه کردم که الان وارد مارس شدم چنل جدید، همین چنل خودم همین رو تأسیس کردم دیگه. حالا بگم من متاسفانه یوتیوب قوانین زیادی رو نمیدونستم در این برنامه و ویدیوامو دیگه کامل آپلود میکردم، اما خب به هر حال بعضی از آهنگا رو میذاشتم که کپی رایت داشت و دیگه کلی اخطار اومد که من بعدش فهمیدم نباید آهنگ بذارم. آهنگ بدون کپی رایت هم گذاشتم، باز نمیدونم چرا اطلاعی اومد به جیمیل و ایمیل هر چیه من ارسال شد که آیا آقای فلان اسممو گفت شما چنل آخر گفت ما چنل شما رو حذف کردیم و من واقعا از این موضوع ناراحت شدم. گفت چنل شما توسط ما مدیران یوتیوب حذف شد که دیگه حالا اومدم سراغ این چنل و این چنل رو تأسیس کردم که اسمش گذاشتم حالا علی گیم پلی. اسم من علی است و دیگه به زمینه ادیت و گیم و این چیزا بسیار علاقه‌مند هستم. بریم
دیگه عیدتونم مبارک باشه انشالله. دیگه اگر متوجه نشدید دوباره بزنید از قبل ببینید دوباره، یا اصلا کلی بار شدن ببینید از قبل تا متوجه بشید که واقعا من چه سختی‌هایی واقعا کشیدم. از شما دوستان عزیز متشکرم که کانال من رو سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید. من تا الان 2 تا کانال تأسیس کردم که 2 تا کانالتون فنا رفت، به فنای سگ رفت. و دیگه کانال من رو دنبال کنید، کامنت بذارید. دمتون گرم که از چه چیزای ویدیو بذارم. کامنت گفتید، کامنت دکتر زبون دارم زیاد، کامنت هرچی کامنت بذارید و لایک کنید. دمتون گرم. 2 فروردین ویدیو داریم، مستر میت چپتر 2، یعنی مستر میت 2. حتما برید ببینید. از قبل ساختم ان شاءالله، تامنیل واسه زدم. اینو بگم که این موضوع مهمه. خودم هم ادیت میکنم هم تامنیل میزنم. مثلا اگه بدونید که مثلا سوال واسهتون کی ادیت میکنه، آیا داشالی کی ادیت میکنه واسه ویدیوهاتو، کی تامنیل میزنه واسه خودمم، و دیگه کسی دیگه نیست تو کارم، چون خودم با خودم راحت ترم دیگه. ممنون که این ویدیو رو دیدید. لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و کامنت بدید نسبت به ویدیوهای خفن ما و از ما حمایت کنید. دمتون گرم. به پیج اینستام سر بزنید. دمتون گرم. بای.